اگه این مینی کیک های جذاب و توی یه باکس خوشگل بچینی واسه خواستگاری، بی برو برگرد بله رو میگیری. درست کردنش خیلی آسونه، خامه کشی هم نمیخواد بکنی. اول باید یه کیک وانیلی درست کنیم. تخم مرغ، شکر و وانیل رو 4-5 دقیقه با دور تند هم زدم تا کرمی و کشدار بشه. عسل رو اضافه کردم، یه 20 ثانیه هم با عسل هم میزنم. شیر و روغن مایه رو هم اضافه میکنم. آرد و بیکینگ پودرم کم کم اضافه میکنم تا مواد کامل با هم مخلوط بشن و در نهایت به همچین غلظتی برسه. کف یه قالب 25x35 و کاغذ روغنی انداختم. مایه کیک و کفش کامل پهن کردم. چند تا ضربه زدم، میره تو فر. بعد که از فر در میاد اطرافش رو جدا میکنم. حالا یه کیک تخته نازک دارم. قالب سیلیکونی رو میذارم روی کیکم و به ابعاد قالب کیکم رو برش میزنم. برشای مربع کوچیک که اندازه قالبم باشه. حالا شکلات سفید رو ذوب میکنم. کف و دیواره قالب و کامل شکلات میزنم. میذارم یخچال حدود 1 ربع. بعد دوباره اگه یه قسمتایش نازک بود اون قسمتا رو شکلات میزنم و میذارم تو یخچال. این کارو میکنم که بتونیم مینی کیکا رو خیلی راحت قالبی در بیاریم. حالا شروع میکنیم لایه لایه کیک وانیلی خام قنادی فرم گرفته، موز و گردو و دوباره یه لایه از کیک رو میذاریم. فقط دقت کنید اگه کیک از سطح قالب بیشتر بود حتما با چاقو بگیرید. کیک باید هم سطح با قالب باشه و بلندتر نباشه. بعد از اینکه تمام قالب رو با کیک و موز و گردو پر کردیم، یه لایه خیلی نازک دوباره شکلات ذوب شده روی کیک میزنیم و با پالت یا چاقو صاف میکنم و دوباره نیم ساعت میره توی یخچال بمونه. بعد از اون به راحتی مینی کیک های قشنگمون رو از داخل قالب خیلی راحت در میاریم. اگر دوست داشتین روش رو تزیین کنید، از این گلای رز مینیاتور با کمک خلال دندون داخل گلا بزنین و خلال رو بزنین به کیک و به راحتی میتونین این مینی کیک های خوشگل رو درست کنید. اگر از اکسپلور میای حتما پیجم رو فالو کن که کلی آموزش های جذاب دارم.